سلام. امروز میخوایم کارتریج پرینتر لیزریمون رو تو خونه شارژ کنیم. با من همراه باشید. اگه یه خط سفید وسط کاغذ بود موقع چاپ یعنی که وقت شارژ کارتریجه. خب قبلش یه دونه کاغذ بذارید زیر دستتون، یه دونه از این درای اسپری هم پیدا کنید بذارید بغلتون که پیچ‌ها رو گم نکنید. کارتریج رو ور می‌داریم. اول بعد دو تا پین از کارتریج باز بکنیم. یه دونه این وره، یه دونه هم این وره. خب اگه قاب بازکن دارید که با قاب بازکن بزنید زیرش، اگه نه که یه دونه چاقوی بازنشسته که تیز نباشه دستتون آسیب نبینه میزنید زیر این پین از این بغل تا یکم بیاد بیرون. بعد با دستتون درش میارید. خب این از این ور شل شد. برمیگردونیم. یه دونه هم اینجاست. اینم حالا یا با چاقو یا با قاب بازکن میزنید زیرش میاد بیرون. خب الان دیگه راحت از وسط میشه جداش بکنیم. با این ور فعلا کاری نداریم، میزنیمش اینجا. این که یه چیز سبزی داخلشه. خب بعد اینو باز میکنیم چون ضایعاتش داخل این قسمته. این ور پیچ نداره، مجبوریم از این ور دوباره پینشو باز بکنیم. خب کافیه که دوباره یکم بزنیم زیر این باش بازی کنیم تا در بیاد. بعضی مدل ها از این ور پیچ میکنن خیلی راحت تره. خب در اومد. درامو در میاریم میذاریم یه گوشه. این فومم از این ور در میاریم میذاریم یه گوشه. میرسیم به بلید، دو تا پیچ داره با یه چارسو بازش میکنیم. اولین پیچ، بعد این پیچ، خب درش میاریم. این پشت مخزن ضایعاته، معمولا پر از تونر سوخته است، ولی خب کارتریج من چون تقریبا نوعه توش ضایعاتی نیست. اگه توش ضایعات بود بعد بریزین داخل سرداشتخالی. فرزن سرداشتخالی ماست، خالی میکنیم داخل این خالی شد. بعدش یه دستمال برمیدارید باقی مونده هاشو تمیز میکنیم. یعنی تمیزه، مشکلی نداره، زیاد نمیخواد باشه ور برید. این از این قطعه نیاز به سرویس نداره اگه رنگش زرد نشده. زیاد با این بازی نکنید، بدین سر جاش. ولی اگه رنگ زرد شده بود دیگه وقت تعویضشه، یا کلا کارتریج عوض بکنید. فعلا میبندیمش. خب فوم اینو با الکل نبود، تینر 10,000 تینر 10,000 هم نبود، آب. زیاد سخت نگیرید، یه دستی باش میکشید بهش میکشید. اینجا ما الکل داریم، یکم بهش الکل میزنیم. البته این خودش تمیزه، بریم خشکش بکنیم. میذاریم سر جاش، قشنگ جاش میدیم داخل جاش. برای درام باز یه دستمال کاغذی برمیداریم، تاش میکنیم، اینو میگیریم دستمون از اینجا. پنبه نیازی نداره، با همین دستمال کاغذی کارمون راه میفته. یکی دو بار میکشیم تمیز میشه. بعد جاش میزنیم از این ور میره داخل، از این ورم
پین فلزی رو جا میزنیم. خب رفت داخل. دیگه با این بعد کار نداریم. میذاریمش این گوشه. خب مرحله بعد ریختن تونره. این مدلی که من دارم یه دونه جا براش تعبیه کردن، از داخل میتونید قشنگ داخلش تونر بریزید. ولی قبلش بهتره که یه دونه قیف داشته باشید برای ریختن تونر که جای کثیف نکنید. اگه هم قیف ندارید به نظر من یه دونه کاغذ پیدا کنید به شکل قیف در بیارید تا شارژ کردنتون تمیزتر در بیاد و خونه رو کثیف نکنید. این ظرفی که ما داریم یکم دهانش گشاده، تونر ریزی رو یکم سخت میکنه. خب اینو ما باید در بیاریم. بعضی مدل‌ها هستش که این دیگه زیر این دهانش زیر اون قرار میگیره، اونجا بعد پیچش در بیاریم. خب مدل ما چون اینجوریه زیاد خودمون رو اذیت نمی‌کنیم. بعد اینو در میاریم. بعد چقدر بریزیم حالا؟ یه ترازو میخوایم. اول ترازو رو روشن نکنید. اینو بذارید روی ترازو، بعد ترازو رو روشن بکنید. مقدار استانداردی که میگم بریزید از 60 گرم تا 80 گرمه. من معمولا رو هم 65 70 میریزم. بیشتر از اون بریزید شاید خراب بکنه پرینترتون رو. خب این میاد روی دهانه این، برمی‌داریم. جا نرفت. الان صفره. برداریم بریزیم. چقدر؟ چه 25 گرم، 26 گرم. باز برمی‌داریم بریزیم. 53 گرم. چقدر شد؟ 73 72. بسشه دیگه، بیشتر از این توش نریزیم. این مونده هاش هم بریزیم. خب درشو میبندیم. باید دستمالم اینجا رو تمیز بکنیم. اگه خواستید فوت کنید بهتر بیاد کنار پنجره فوت کنید. من میرم کنار پنجره فوتی بش بکنم. چون میگن سمیه و خوب نیست داخل ریتون بره. خب کار ما تقریبا تمومه. فقط کافیه که اون قطعه قبلی رو بیاریم. خب یه دونه تو این دست، یه دونه تو این دست. اینا ببرن داخل اینا. راحت جا میگیره. از طریقه قرار گرفتن فنارا میتونیم مطمئن شیم که درست جا رفته یا نه. خب الان که اینو جا زدیم، دو تا پین داشتیم هم اول در آوردیم، بعد اینا رو جا بزنیم. میگیم دستمون پینه. اگه جا نرفت باز یکم فشار بدید. این جا باز کنه بره داخل. پینه فشار ندید خراب بشه، فقط منظورم از اینجاست، از این دو طرف فشار بدید جا برای پین باز میشه. خب تموم شد. خب الان میخوایم کارتریج رو جا بزنیم و تست بکنیم. اگه پرینتر شما از این مدلای 1102 از این کوچولوهاست، از این 1005 هم همین مدله، از این کوچولو موچولوهاست، طرز تست گرفتنش به این صورته که اینجا درشو میگیریم یه 5 بار باز و بستش بکنید، شروع میکنه به یه تست پرینت گرفتن. این ورشو پرینت کنه که اون خط سفید اینجا نیست. خب امیدوارم که موفق به شارژ کارتریجتون شده باشین و خونتون رو زیاد کثیف نکرده باشید. دیگه چیزی نیست. پیس.